قسمت شرکت لیدول هست. کامل ماشین ها اینجا لیدول هست. حراشای لیدول، فرزای لیدول این و کاروسر هست. ما شرکت در واقع گروه FFG هستیم. اون ور فیلر رو ما دیدیم. حالا الان میمدیم توی قسمت لیدول که ماشینالات لیدول رو دارن اینجا مونتاژ میکنن. میبینید که این ور دارن کاورا رو مونتاژ میکنن. ما شرکت اون قسمت بخش تولید فرس هست، این ور تراش هست. حالا اطلاعات رو داریم. ببینید ماشینا کامل برند لیدول هستن. البته برند FFG هم روشون میخوره به خاطر اینکه FFG گروپ کل شرکت های فیلر و لیدول و 20 شرکت دیگر هم خریده و یک گروه خیلی بزرگ شده. حالا این ماشین رو داریم. ماشین تراش نسبتا سنگینیه، متوسطیه، 1 متر تا این ماشین. یک تراش بسیار ساده کوچیکه. یا این ماشین خیلی کوچیک و جمع و جور تراش لیدول. و این ماشین که الان داره مونتاژ میشه اینم تراشه. همگی فانوک تقریبا 90% فانوکی هست. خیلی کم داریم. ماشین افقی شرکت فیلر دو پالت. ماشین دو پالت تو چنجش هستیم. با دومشه 50 لیتی 50 تو چنج بزرگی داره. این ماشین فوق العاده استیبلی هست. 那个不行，经过打。交换风格台。这立委的基础上，立委你再看审查那么少。我们现在给他反馈。ماشین دو پالت类似。ماشین خاصیه. یا دارن ماشین گنتری رو با خود ماشین کاری میکنن. محورشو الان نصب کردن و کف تراشی دارن میکنن. این یه چیز عادیه. شرکت فیلر بازدید از بخش تولید ماشین‌های گنتری که یکی از ماشین‌های ما اونجا داره مونتاژ میشه. می‌بینید ماشین 3.5 در 3.20 در 1.90. انواع اصلا ماشین‌ها با ابعاد مختلف اینجا دارن تولید میشن. ببینید این از ماشین 7-8 متری که دیدیم روی قسمت تا ماشین 2 متری.
داخل دیزل دورت آنوک It's a welding tool. Yes. Welding. لیدول هست، تراش سنگینیه. اینم بسته بندی هاشه که به این صورت بسته بندی میکنه ماشین رو میفرسته. بیس ماشین بنتلیه با عرض 3 متر که 3 تا لینیر کارکاری میبینید همه پیشی هست، خاطر ابعاد پیشی خود啥多，啥都有，什么机器都有啊。这个也是对有家售后实在很高兴的。本来以为比有点少，车就是多。ماشین 4 متری ساخت شرکت فیلر، 4 دهنه 2.5 یا 2.20 فکر کنم. چرا 2.24 2.40 4.200 از 2014 تقریبا سایزش اندازه ماشینیه که ما توی شرکت کازاکی دیدیم. بعد فرمازش این که لینیرها اینجا 65 هم یه مقدار ماشین سنگین تره.还有一个这我们写它这个主轴撞了之后一点反应都没有，它这个主轴撞的太大了，里面起来就生了了。你看它，ماشین با بده هولوش 800 یا 900 برند ژاپنیه که داره فیلر براش ماشین کاری میکنه. این برندی چه اسم برندشم نمیدونم ولی ماشین بسیار قدرتمند و خوبیه. بدنه خیلی آزادانه بدنه کلن قسمت ساخت ماشینات فرز و تراشه برای شرکت فیلر، همون FFG گروپ یا گروه فیلر یا لیدول که زیر مجموعه FFG هستن. ما تو قسمت VM ساخت ماشینات VMC هستیم. الان این ماشین که میبینید ساخت شرکت فیلر هست. میبینید که دارن اسمبل میکنن. این قسمت
یعنی تو قسمت تراششون باز میبینید که تراشای تیپ لیدول رو دارن اینجا میزنن. این مجموعه FFG هست. این تراش کوچیکیه، قطر نظام 160 یا 200 رو میتونه بچرخونه و طول 300 400 تقریبا هست. حالا تراشای بزرگ، تراشای 6 متری هم دارن، ریل مورد که حالا از من دبل ده ایدالیه ماشین باکس ترمینگ 5 متری از قسمت ساخت تراش، اسمبل تراش های سنگین شرکت لیدول یا همون فیدر که میبینید با کنترل فانوک. ماشین گنتریه، موبین کالوم 14 متری شرکت فیله. جوشکاری شده است بدنه